خداپرستی. میگن آیسان آدم خداپرستیه. آیسان خیلی به خدا نزدیکه. نه، آیسان همش تنهاست، به خودش نزدیکه. خدای من انرژی وجود منه. زندگی دنبال گوزیدن مردم نباشین. مثلا میگم فردا بچه فامیل ویزای آمریکاش در اومد، پدرش حالا سرایدار یه جا بود، تو نگو این چجوری رفت، اون چون به خدای خودش نزدیک بود. فهمیدی؟ با زندگی دیگران جیگر من تو فقط بار خودتو داری سنگین میکنی. ما از روزی که دنیا میایم پشتمونو بار میزنیم تا دم مقصد آخر خالی کنیم. کی بیشتر عمر میکنه، کی موفق تره؟ هر کسی که این مسیر رو بره با بار کمتر. خیلی ساده است، بار زیاد بذاری داداش کمرت درد میگیره. دقیقاً این چیزایی که در این دنیا هست همش نشانه است که شما چطور مفید زندگی بکنید. نظم تو رو به خدا نزدیک میکنه. خدا انرژی وجودتو، اعتقادتو، رفتارتو، کردارتو، شرافتتو، مهربانیتو میشه پروردگارتو.